-51.6 درجه سانتیگراد یاکوتسکی روسیه. با این حال 300,000 نفر جمعیت داره. شهری که با جمعیت 300,000 نفری دمای هواش پایینتر از -50 درجه سانتیگراد میرسه. لباسهای ضخیم، بخاریهای برقی و ماشین‌هایی که برای جلوگیری از یخزدگی شب و روز روشن گذاشته میشه. بله، حیات تو این شهر اینطوری ادامه داره. اویمیاکون روسیه هم دماش به بیشتر از -71 درجه سانتیگراد میرسه. مردم محلی به ویژه کودکان برای محافظت از سرمای کشنده بیرون هنگام رفتن به مدرسه و محل کار از تونل هایی که زیر زمین ساخته شده استفاده میکنن. آموندسکوت، ایستگاه قطب جنوب، دمای هوا -82.8 درجه سانتیگراد. دانشمندا برای بیرون رفتن لباسهای گرمایشی شبیه به لباس فضانوردا میپوشن. با این حال حد اکثر زمانی که میتونن در فضای بیرون باشن 10 الی 15 دقیقه است. اینم از ایستگاه وستوک قطب جنوب که دمای هواش به -89.2 درجه سانتیگراد میرسه. بنزین و ضد یخ در -59 درجه سانتیگراد یخ میزنه. اما دستگاه‌ها و موتورهای این ایستگاه تا -114 درجه یخ نمیزنه، چون با سوخت‌های پایه الکلی کار میکنن. و در نهایت فلات شرقی قطب جنوب با دمای -98 درجه سانتیگراد. این دما در 2014 توسط ماهواره‌های ناسا اندازه‌گیری شده. زندگی در این مکان کاملا غیر ممکنه. طبیعت این نقطه از زمین بیرحم و کشنده است. سردترین دمایی که تجربه کردی چند درجه بوده؟ به نظرتون پشت دیوارای یخی چه خبره؟